شاهکار دوباره لیونل مسی برای اینتر میامی، این بار مقابل نیو انگلند. 2 گل و 2 پاس گل از این اسطوره تموم نشدنی. در رقابت‌های بازی‌های لیگ MLS دو تیم اینتر میامی و نیو انگلند در بامداد امروز به مساف هم رفتن که اینتر میامی با درخشش ستاره آرژانتینی خود یعنی لیونل مسی موفق شد با نتیجه 4-1 این تیم رو شکست بده. در این بازی لیونل مسی 2 گل و 2 پاس گل به ثمر رسوند که ستاره این بازی بود. بازی که هنوز شروع نشده بود، نیو انگلند خیلی زود تو این صحنه موفق شد در ثانیه 40 این بازی به این شکل دروازه اینتر میامی رو باز کنه. بعد گلی که اینتر میامی دریافت کرد، اونا سر تا با حمله شدن و پس از چند موقعیت بالاخره موفق شدن دروازه این تیم رو باز کنن. در دقیقه 32 پاس روبرت تیلور به لیونل مسی رسید و این بازیکن هم با یه ضربه پای چپ دقیق دروازه این تیم رو باز کرد تا حساب کار 1-1 مساوی بشه. در ادامه نیمه اول موقعیت آنچنان خاصی نداشت و با همون نتیجه 1-1 به پایان رسید. با شروع نیمه دوم اینتر میامی سر تا با حمله شد و موفق شد در دقیقه 67 دروازه نیو انگلند رو باز کنه. پاس فوق‌العاده بوسکتس به مسی رسید و این ستاره آرژانتینی هم با یه بغل پای دقیقه دیگه دروازه این تیم رو باز کنه تا حساب کار 2-1 به سود اینتر میامی بشه. در ادامه اینتر میامی دست بردار نبود. در دقیقه 83 این بازی اونا موفق شدن گل سوم رو هم بزنن. پاس رواس به مسی رسید و مسی هم شوتشو زد اما دروازه‌بان توپ رو گرفت. در توپ به بنجامین کراماسی افتاد و این بازیکن هم با یه بغل پا دروازه نیو انگلند رو برای سومین بار باز کرد تا خیال هواداران اینتر میامی تا حدودی راحت بشه. اما این پایان کار نبود. اونا موفق شدن در دقیقه 88 دروازه رو برای 4مین بار متوالی باز کنن. پاس لیونل مسی به سوارز و ضربه دیدنی این بازیکن دروازه رو برای 4مین بار باز کرد تا اینتر میامی با یه برد پرگل موفق بشه نیو انگلند رو با نتیجه 4-1 شکست بده. در پایان بازی هم لیونل مسی با عملکرد خیره کننده‌ای که داشت بهترین بازیکن زمین شناخته شد. اسطوره مسی موفق شد یه رکورد دیگر در لیگ آمریکا به ثمر برسونه. اون تنها بازیکن تاریخ لیگ آمریکاست که با 7 بازی ابتدایی موفق میشه روی 16 گل مشارکت داشته باشه. لیونل مسی هم این روزا واقعا بعد مسئولیتش خوب داره گلزنی میکنه. اینتر میامی با این برد 21 امتیازی میشه و با یه بازی بیشتر نسبت به تیم‌های دیگه در صدر جدول لیگ MLS قرار بگیره. خب ویدیوی ما به پایان رسید. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت کافی رو برده باشین. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.